بریم سراغ یک تحلیل خیلی خوب از سولانا و VLD. یک تحلیل خیلی عمیق و قوی، بفهمید ته کوینا چیه. اوکی، راستی من مهدی صلاحی ام، اینجا کانال ترید من. خوشحال میشم لایک و سابسکرایب کنید. اوکی، بریم سراغ کار. خب دو تا کوین داریم. یکی چیه؟ یکی سولاناه، یکی VLD. اوکی، اول کار میایم داخل سایت کریپتومتر. اوکی، بعد میایم این داخل قسمت والیوم فلو، اینجا ها کن، یکی نت فلو داره، یعنی ورود پول بهش. اوکی، نت این فلو، نت اوت فلو، یعنی کل پولی که وارد کوینا شده. خب حالا نگاه میکنیم، میبینیم که تو کوینا به سول خیلی پول اومده، بعد به XRP، به USDC XRP و بعد به سول. خب 32.9 میلیون پول وارد شده. از کجا؟ از بیت کوین وارد شده. از بیت کوین وارد شده بیشترین مقدارشو، یه مقداری هم از اتریوم وارد سولانا شده. اوکی، پس میبینیم که آقا صعود و نزول سول با چیه؟ با ربطش بیشتر به دامیننس بیت کوینه تا حالا USDT و اینا. اوکی، خب حالا بریم سراغ اوت فلوش. از سول میبینیم کلی پول هم خارج شده. چقدر پول ازش خارج شده؟ 148.5 خارج شده، 32.5 وارد شده. اوکی، خب اوت فلوش بالاه، میبینیم پول ازش داره زیاد خارج میشه. پس فعلا تو این از این چیزی به دست نیاوردیم برای سولانا. میریم اینجا سرچ میکنیم چی؟ سول BTC. نسبت BTC شو نگاه میکنیم، پیر BTC شو نگاه کنیم ببینیم در چه وضعیتی قرار داره. خب بریم روزانه. اوکی، میبینیم که آقا تو تایم روزانه نسبت سول به BTC چیه؟ تو یک روند رنجیه و حدوداً تقریباً هم میشه گفت نزولی که نمیشه، داخل یک رنجی قرار داره و بالا پایین میشه. خب پس متوجه میشیم که الان دیگه وقت خرید سول نیست. چرا؟ چون نسبت به BTCش اولا تو 2 روز اخیر نزولی بوده و داره نزولی بسته میشه و ورود خروج پولش هم منفیه، یعنی پول بیشتری ازش خارج میشه تا اینکه بهش وارد بشه. متوجه دوستان؟ خب این اتفاق این. حالا بریم حالا پیر USDT هم نگاه کنیم ببینیم در چه وضعیتی قرار داره. دیگه لزومی نمیمونه به پیر USDT، ولی خب یک نگاهی میندازیم. خب میبینیم که توی یک روند صعودی خیلی ضعیف قرار داره، توی یک کانال صعودی ضعیف تقریبا میشه گفت. خب اینو اینجا بگیریم، اینو یک مقدار بیاریم رو به پایین، اینو خب این است. خب میبینیم که توی یک چنل صعودی خیلی ضعیف قرار داره، پس خریدش منطقی نمیتونه باشه. خب حالا میریم سراغ یک چیز دیگه، کوین بعدیمون کوین VLD. سیمبلمون چی میزنیم؟ VLD. خب میاره اینجا آپگرید میخواد. خب ورود و خروج پولشو نمیتونیم نگاه کنیم چون اینجا دیگه محدود شدیم ما یک مقداری. قبلا سایتش بهتر بود، ورود و خروج پولو رایگان بهمون نشون میداد تو چه کوینی بیشتر بود. خیلی خب حالا از این که نداریم مسئله نیست، بریم هم پیر BTC شو نگاه کنیم متوجه میشیم. VLD BTC. خب ببینیم در چه وضعیتی قرار داره VLD BTC. خب نگاه کنیم دوستان، این پیر BTC این کوین. خب میگیم که خب روی کف حمایتی خوب قرار داره. خیلی خوب، آیا روی کف حمایتی خوب قرار داشتن دلیل خریده؟ خیر، هیچ وقت روی کف حمایتی خوب قرار داشتن دلیل خرید نیست. خب بیا بهت بگم، نگاه کن اینجا ما روی کف حمایتی خوب بودیم. خب حالا میگه آقا من رسیدم به یک کف حمایتی خوب، بخرم دیگه. بیا ریخت. چی شد؟ ریخت. پس خرید رو کف حمایتی توصیه نمیشه. بیا بریم بالاتر بهت بگم چه جوری بخرید. مثلا
این کوین رو برای اینکه ورودش رو داشته باشیم میایم آخرین اینجا رو نگاه کنیم، آخرین سختی که خیلی خوب میبینیم که آقا 1170 نقطه مهمیه. تنها زمانی که اونجا بشکنه ما میتونیم مثلا تو اثبات بریم ویلی بخریم. تا 1170 کلی راه. چند درصد راه؟ 40% راه تو کوین، تو پیر BTC، تو پیر USDT میشه 70% 80% راه. اوکی، خب میگیم اینو از دست بدیم؟ نه، اینو از دست نده. اگه امکانش بود بگیرش، ولی کجا؟ تو فیوچرز ویلی USDT. بریم USDT شو نگاه کنیم. خب نگاه کنید دوستان، این الان پیر USDT هم چنگی به دل نمیزنه. خب پیر USDT هم چنگی به دل نمیزنه، پس ورود به این پیر USDT هم روی یک ناحیه مقاومتی خوبه. آره، روی یک مقاومت خوب قرار داره، ولی خب این مقاومت خوب قرار داشتن دلیل خرید نمیشه برای ما هیچ وقت. خب میشکنیم میایم پایین ببینیم کجا نقطه ورود به ما میده. اولین جایی که به ما نقطه ورود میده کجاست؟ اینجا. نکن، باید حداقل صبر کنیم بیا تا این بالا، تا 1.23 تا 1.23 بیاد و قبل از اومدن بهش چیکار کنه؟ یک واکنش، یک سقف و کف ایجاد کنه. قبلش میتونیم بخریم و اگر ایجاد نکنه که قشنگ سر میکنیم بالا، بیاد بالا 1.23. بالا 1.23 که رسید اونجا وارد میشیم. خب نه، یک روش دیگه هم میتونیم انجام بدیم، خیلی که بخوایم درگیرش باشیم. این آقا بیاد اینجا تو همین ناحیه رنج بزنه، تو همین ناحیه گیر کنه، رنج بزنه و این رنج طولانی بشه. با طولانی شدن این رنج، خب بعد اینکه این یک رنج طولانی مدتی داشت، میتونیم بیام قشنگ وایسیم سقف رنجش بشکنه، بعد ورود بزنیم. میشه دو روش خرید این. خب این از این دیگه چیزی نمیمونه، صحبتی نمیمونه. امیدوارم از این نوع ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و نظرتون رو در مورد این نوع ویدیوها بهم بگید. دوست دارید ویدیوها بلندتر باشه یا همینجور کوتاه بمونه؟ خیلی ممنون از تماشاتون. خدا نگهدار.